باور غلط در مورد سقط که حتما باید اصلاح بشه. مورد اول اینکه ما فکر میکنیم سقط کردن با این قرص هایی که دسترسی بهش هم متاسفانه خیلی راحت شده این روزا هیچ آسیبی برای ما نمیتونه به وجود بیاره. مصرف این قرص ها باید حتما زیر نظر متخصص باشه، چون بستگی داره به سن شما روش مصرف این قرص ها، بستگی داره به سن بارداریتون که شما فرزند دارین یا نه، فرزند میخواین یا نه، بیماری خاصی دارین و اینکه سیکلای پریودتون به چه شکل بوده و خیلی موارد دیگه. پس لطفاً این داروها رو خودسرانه مصرف نکنید. مورد دوم، وقتی شما خونریزی کردی، دفع لخته داشتی بعد از حالا هر روشی از سقط، فکر میکنی خب دیگه پس من سقطم کامل انجام شده و دیگه پیگیریش نمیکنی، در صورتی که ما بسیار مراجعه داریم از خانم هایی که متاسفانه بعد از سقطشون مراجعه نکردن، بررسی نشدن و الان درگیر سقط ناقصن، درگیر عفونتن و درگیر مسائل رحمی که خب نباید براشون اتفاق میافتاد و توی باروریشون واقعا میتونه تاثیرگذار باشه. بعد از سقطتون حتما مراجعه کنید و مطمئن بشین که اون سقط به طور کامل انجام شده. و مورد سوم، این باور رو دارید که هر سقطی یعنی ناباروری، یعنی من اگه الان سقط کردم نتیجهش اینه که دیگه نمیتونم باردار بشم. این هم درست نیست. اگه شما به روش‌هایی که نباید سقط کرده باشین، آسیب به رحم زده باشین، به دهانه رحم آسیب زده باشین، درگیر عفونت‌های ماندگار و شدیدی شده باشین که خب درمان هم نشده باشه، بله میتونه خیلی زیاد آسیب‌های جبران ناپذیری به شما بزنه. اما اگه سقطتون زیر نظر متخصص بوده اصلا جای نگرانی برای شما نیست.